درود بینندگان گرامی قدر، در 8 سال اخیر در کشور ما اعتبار بر رشد ساحه تعلیم و تربیت زیاد شد. بلند برداشتن صفت تعلیم، بهتر نمودن شرایط کار و زندگی آموزگاران و مربیان از افضلیت‌های مهمی ساحه گردیدند. دانشگاه دولتی بخارا سال 1930 سازمان یافته، سال جاری 95 ساله شد. در دوام 10 سالهای گذشته بهر ترقیات علم و معرفت مملکت، تیار کردن کادرهای با صلاحیت خواجگی خلق و رشد تعلیم و تربیت، اینچنین افزون گردیدن آبروی اعتباری وطن در عرصه بین الخلقی سهمی ارزنده می‌گذارد. در دانشگاه ما 8 فاکولته فعالیت نشان می‌دهد. از جمله فاکولته ما فیلولوژی به حساب می رود. امروزها در جامعه ما 95 نفر استادان و جوانها تعلیم تربیت داده ایستاده اند. از اینها 86% درجه علمی دارند. در بین دانشگاه‌های دولت ازبکستان جای اول را ما اشغال میکنیم از جهت علمی، درجه‌های علمی. از جمله در گروه‌های تاجیک هم از جهت درجه علمی حساب گیریم اگر 70% درجه علمی را حاضر تشکیل کرده ایستاده ما و هر یک گروه ما 16 17 18 نفری دانشجویان در 4 کورس تعلیم گرفته ایستاده اند. اینها اساساً در اساس پروگرام هایی که امروز دانشگاه دولتی سمرقند همچون به ما استادانه راه نشان داده اند، در اساس تیار کرده پروگرام آنها آیت زبان شناسی، جسم فونتیک، قسم مورفولوژی، سینتکس می آموزند. جوانان اینچنین از نقطه نظر ادبیات گیریم اگر تاریخ ادبیات تاجیک را آموخته ایستادند، فولکلور را آموخته ایستادند، تاریخ ادبیات امروزه را آموخته ایستادند و یک چند فن‌هایی هستند که دانشجویان پر عاید علمشان معلومات‌ها گرفته ایستادند. در بین دانشجویان ما شاعران، ایجادکاران هم هستند. آنها صاحب کتاب هستند، صاحب یک چند مقاله ها هستند. دانشجویان ما در عین حال با خواندن کتاب های بدیعی مشغولند. دانشجویان ما امروز بهارستان عبدالرحمن جامی را خوانده ایستادند، از گلستان سعدی بزرگ، از بوستان سعدی بزرگ، از مثنوی معنوی جلال‌الدین رومی، از دیوان‌های جلال‌الدین رومی، از غزل و شعرها و رباعیات ابو عبدالله جعفر رودکی، از شاهنامه ابوالقاسم فردوسی، از ایجادیات نظامی گنجوی خمسه او باخبر هستند و اینچنین آنها اثرهای عبدالرحمن جامی را، رباعیات عمر خیام را و همچون سردفتر ادبیات ازبک علیشیر نوایی را غزل‌های که با تخلص فانی ایجاد کرده است، اینها را آموخته کارهای تحقیقات هم گرفته رفته ایستادند. گفتن جایز است که دانشگاه دولتی بخارا حالا از قطار 800 تا بهترین تعلیمگاه‌های عالی جهان جا گرفته است. مقصد اساسی تعلیم به کمال رساندن متخصصان صاحب معرفت و صاحب اختصاص که به رشد جامعه خدمت می‌کنند. روند تعلیم و تربیت در برابر دانش دادن باید خصلت و خاراکترهای انسانی را انکشاف دهد، جوانان را به ارزش‌های ملی و عمومی بشری صادق تربیت نماید. من وطن دارم دیگر دنیا به من در کار نیست، خاک آن گنجی است که آن در هیچ یک بازار نیست. از کدام سبب این بیت شاعر رو ما یک نوع به خاطر آوردیم که البته تمام بردباری، تمام امکانیت هایی که امروز به ما و تمام شهروندان ازبکستان داده شده ایستاده است، نوابسته از زبان و ملت ما بسیار امکانیت های گوییم خوب و بهتر فراهم آورده شده است. سر این بگوییم که انمین وطن ما، وطن صاحب استقلال ازبکستان ما به حساب می رود. وقتی که من در یک دهه دوردست ناحیه دهقان‌آباد ولایت قشقدریا تحصیل می گرفتم در مکتب، آرزو داشتم که به زبان تاجیکی گوییم که تحصیل در مکتب عالی هم گیرم. البته خوشبختانه امکانیت هایی که از طرف سرور دولت ما و میان آورده شد که
این آرزوی چندین ساله من یک نوع به عمل آمد. البته من خودم ختم کننده دانشگاه دولتی سمرقند به نام شرف رشیدوف در دوره بکالور هم در دوره ماجستراتور هم از استادان درس گرفته من امروز خوشبختانه خودم هم در دانشگاه دولتی بخارا از فن زبان و ادبیات به طالب علمان درس میدهم. البته اگر به مسئله شرایطی که از طرف دانشگاه دولتی بخارا با گروه تاجیکی یک نوع به وجود آورده اگر ما سخن کردنی باشیم بسیار خوب است، بسیار بهتر است، نه فقط برای طلبان بلکه برای معلمان هم امروز بسیار سرپرستی را دیدن میتونیم که سروری کشور در هر یک نقطهشان تاکید کرده میگذارند که معلم اولین گوییم که قدم هر یک ساحه، اولین گوییم که قدم گوییم که این کشور به حساب میرود، چون که معلم سیمای این وطن صاحب استقلال ما هست. از همین نقطه نظر ما امروز تمام امکانیت هایی که در اینجا فراهم آمده است این را از دست نداده، البته از این فایده بردن ما شرط و ضرور است. خوشبختانه در دانشگاه دولتی 6 ولایت فاکولته فیلولوژی تاجیک و گروه های تاجیکی فعالیت دارد. در این مسکن های علم آموزگاران نسل نورس را در روحی وطن دوستی و خودشناسی تربیت می کنند. عموما در فاکولته فیلولوژیا این بخش کشاده شدنش برای من بعد حیاتی گوییم که تاجیکان ازبکستان بسیار اهمیتناک است و ما گفته گذاشتن میتونیم که با سر این همهش سرور دولت ما یعنی که سرپرستی دولت به حساب می رود. یک چیز رو من علاوه گفته گذاشتنی هستم که امروز مثلا ما در کدام زبان تعلیم گیریم امکانیت است. مثلا خودی من هم امروز با زبان تاجیکی یک نوع کار علمی یعنی که دیسرتاسیونی رو دفاع کرده ایستادیم که این رو هم یک نوع چی میگویم، یک نوع سرپرستی میگویم، یک نوع امکانیت و اعتباری سروری دولت یا اینکه ازبکستانی نو گفتن میتونم که البته همش اهمیتناک است. من خوشحال هستم که در شهر بخارا شعبه تاجیکی گشاده شده است. به زبان تاجیکی یعنی علم آموختن، یعنی از زبان خود یعنی باخبر شدن، زبان را از دست ندادن، به زبان تاجیکی علم آموزی کردن، زبان خود را یک طرف گذاشته نماندن، با او به اعتبار نشدن. اینها را ما از طرف حکومت از طرف یعنی ما حمایه کرده شده است. یعنی ما با این یک نوع منتداری اظهار میکنیم که ما به زبان خودمان آزاد فکر خود را گفته میتوانیم، از ادبیات گذشتگان خود یعنی باخبر شده میتوانیم. پس از ختم دانشگاه چی میخواهید؟ یعنی من آرزو دارم که پس از ختم دانشگاه کارهای علمی کرده یعنی حصه خود را بر ملت خود، بر زبان خود یعنی بر مملکت خود خواننده آماده کردن، یعنی در آینده کارهای علمی را به پیش بردنیم. در دانشگاه دولتی بخارا یک چند شرایط هایی یعنی نو به نو ساخته ایستاده است که مثلا در نزد خوابگاه کتابخانه گشاده شده است که اریم میگن، در آنجا رفته مثلا کتابخوانی کنیم. یعنی کامپیوترها گذاشته هم هست. البته در زبان‌های تاجیکی مثلا شاهنامه‌های فردوسی، گلستان سعدی، بهارستان جامی گذاشته شده است که ما به ملال رفته از آنجا از آن کتاب‌ها استفاده برده میتوانیم. این مسکن علم در طول سالهای فعالیت به صفت مؤسسه پیشبری علمی و تعلیمی تربیت دایر به ساحه گوناگون متخصصان بلند اختصاص را تیار می‌کند. بهر به کامیابی‌های نظررس صاحب شدن، غیرت و تشبث راهبران دانشگاه و عالمان صاحب تجربه کلان است. من 40 سال боза Бухоро davlat universitetida dars metyam, filologiya fakultetida. Fakultetimda ancha sal bozа tojik filologiyasi bo'limi hast. Talaboyi tojik filologiyasiga az nazdik tanishman. Shaxsan men xudam Panjikent olimosh kati az nazdik adabiy aloqam hast. Xo'jand olimoshon kati. Mana 2 sal bozа Panjikentda an'anaviy Artuch va merim xalqaro konferensiya va Tojikistondagi olimo kati nazdik adabiy aloqam هست. من نزدیک به یک قوانچ که گفتن ممکن همین سال پنجکент دولت اینستاش منو فخری پروفسور صفت قبول کرد.
mana doktorlik ko'ram ham darbораи Hazrat Navoiy Forsi adabiy merosini tadqiq kardan darbораи hamин. Tojik adabiyotlash, adabiy meroslashi, o'zbek adabiy aloqalarga doimiy hamohang yod megrim. O'zbekiston va Tojikiston adabiy aloqalari haqida mo'ho kitobxona istagi du xalq az avval do'st, hamkor, urf odat, qadriyat hamohang. In azaliy do'stlik hast. این ازلی دوستی که گفتن ممکن حضرت امیر نظام‌الدین علیشیر نوایی، نوردین عبدالرحمن جامی، نوردین عبدالرحمن جامی حضرت نوایی اولو مرشیدشان، استادشان، پیرشان بودن. از اول ازبکی تاجیک دوست بودن. این دوستlik علاقه انسانی هم دوام میکند. ما عالمان بخارا این به همیشه کمر بسته هستیم. گرچه من لیلی اساسم دلچ مجنون در هواست، سر به صحرا میزنم لیکن حیا زنجیر پاست. بلبل از شاگردیم شد هم نشینی گل بابا، در محبت کاملا پروانه هم اندر حناست. بس که باری غم بیرون انداختم بر روزگار، جام نیلی کرد اینک من پشت کی و دوتاست. دختری شاخم ولیکن رو به فقر آوردم، زیب و زینت بس همینم نام من زیب و نساست. لیلی ذاتدن ایرسم ده دلدم مجنون چه هوا، تاغ تاش کیزگم کلر لیکن یولم تسگی حیا. از قدیم بخارا مرکز علم و معرفت بود. طلبگان و استادان و مربیان نه تنها در علم و معرفت، اینچنین در ایجاد هم کامیاب هستند. در جمهوری ازبکستان ما بسیار وکیلان ملت همچون یک عائله زندگانی میکنند. ما از این فخر میکنیم. مثلا در دانشگاه دولتی ما از طرف پرزیدنت ما بسیار شرایط هایی که فراهم آورده شدند، امکانیت هایی که در ما داده شده است، ما هم با اظهار منتداری در پرزیدنت این را با زبان گرفتن را میخواهیم. باید در باره دوستی گپ بزنیم. اگر در این باره هم استاد هم شاعری معاصر تاجیک مرزا ترسونزاده چنین گفتند: تا توانی دوستان را گم مکن، دوستان مهربان را گم مکن. در جهان بی دوست گشتن مشکل است، مشکل آسان کن کسان را گم مکن. دوست را از دوست جانم فرق کن، دوستی پیوند جان را گم مکن. چشمه الهامی ما خلق است و بس، خلق مشهور جهان را گم مکن. زینت باغ از گلی خندان بود، مثل گل خندان لبان را گم مکن. دوست آید گرم در آغوش گیر، رسم خوبی تاجیکان را گم مکن. خلق عالم بر ما دوست گشته است، وحدت خلق جهان را گم مکن. برای از خود نمودن علم و دانش در دانشگاه دولتی بخارا برای دانشجویان تمام شرایط فراهم آورده شده است. طالب علم از کتابخانه دانشگاه وسیع استفاده می‌برند. ما حاضر در کورسی 11 نفر دانش آموزان علم می‌آموزیم. در بین همکورسان ما با همدیگر مشاوره ها تشکیل می‌کنیم. اثرهایی که در مابین همون روزها، هفته‌ها خوانده می‌شود، درباره آنها بحث و مناظره ها می‌کنیم و هر یک کس اثرهایی که می‌خواند و یکدیگر مطالعه، یعنی درباره آنها گفته می‌گذرد و ما هم باید از آنها خبردار شویم. به ما وظیفه ها داده شده است که غزل‌های نو به نو از شاعران نویسندگان کلاسیکی فارس تاجیک از یاد کنیم و آنها را مطالعه کنیم و تحلیل نماییم. زبانی مادری پیوند جانم، زبانی مادری پیوند جانم، شده جای تو مغز استخوانم. نباشی تو برایم زندگی نیست، ندارد لذت عمری جوانم. زبانی مادری تو افتخارم، به چشمان نوری و بر تن مدارم. به شیری پاک مادر جا گرفتی، تو در قلبی به مثلی چشم سارم. زبانی رودکی جاویدانی، زبانی جامی شیرین زبانی، زبانی عینی پیری سخندان، زبانی عارفانی باستانی. به اجدادان مرا پیوند کردی، به عشقی نظم و نثر بند کردی. تو از اشعار شهدآمیز مرزا، زبانم را به مثل قند کردی. توی در حکم خورشیدی جهانی، تو را خوانم کلیدی زندگانی.
به جسمی تاجیکان تا جانی گرم است همیشه جاویدانی جاویدانی. دانشگاه دولتی بخارا مرکز علمی، تعلیمی و فرهنگی ازبکستانی نو به حساب رفته در رشد تکامل دانش، بلند برداشتن معنویت و معرفت و تربیت کادرهای بلند اختصاص مقامی خاصه دارد. دانشجویان کورس چهارم در عملیات می باشند. این دانشجویان عیناً همشون از ولایت‌های ازبکستان می باشند. اینا از فرغانه، از سوق یکچند دانشجویان ما هستند، از نمنگان دانشجویان ما هستند، از ولایت‌های سمرقند، گرچند که در آنجا گروهی تاجیکی باشد هم در اینجا هم اینها امروز تحصیل علم گرفته است. از ولایت سرخندریا، از ولایت قشقدریا، از ولایت نوایی، خصوصا از ناحیه نورتا بسیار دانشجویان امروز تعلیم میگیرند. خرسندانه در همین است که امسال در سال 2025-26 سال از یکی از دانشجویان ما که از ناحیه غجدوان زادگاهی استاد صدرالدین عینی می باشه از ساکتری هم یک دانشجوی ما داخل شدند. باز یک سر تاکید کردند در کار است که دانشجویان از روزنامه آواز تاجیک بهره برده ایستادند. کتاب‌های تاجیکی به ما موجود از طرف دولت فرستاده شده است، از طرف تاجیکستان فرستاده شده است و از آنها استفاده میبریم. آن کتاب هایی که از طرف استادان دانشگاه سمرقند، خودی دانشگاه دولتی بخارا امروز آن کتاب ها را نوشته ایستادن، ما استفاده برده ایستادیم. دانشجویان ما بسیار زیرک، دانا، هوشیار، هر یک درس را با ذوق قبول کرده ایستادن. برای خواندن آنها تمام امکانیت ها موجود، حتی مخصوص کتابخانه ما هم هست که از آنها طلبان در آمده استفاده برده ایستاده‌اند. امیدواریم اهل جماعی دانشگاه دولتی بخارا تمام نیرو و امکانیت‌های خویش را بهر رشد و نموی علم و فرهنگ صرف خواهد کرد. در این سمت به آنها کامیابی‌های بی‌نظیر تمنا داریم. خداحافظ. نرگس پی نظاره شود دیده سراپا از بحری تماشا. از شرم جمالی تو شده یوسف مصرین در زاویه چاه. سودای تو دارم به سروام قوز را تنها نه زلیخا. چشم از پی جان بردن و روح از پی یغما در ملک دلی ما. چشم از پی جان بردن و روح از پی یغما در ملک دلی ما.
صحرا